هر سال یه سری ویروس‌های فصلی میان سراغمون. یکی از مهمتریناش ویروس آنفولانزاست که توی فصل سرد بیشتر بچه‌هامون رو اذیت میکنه. آنفولانزا ممکنه ساده شروع بشه ولی میتونه باعث سینه پهلو و سرفه‌های طولانی بشه. اما یه راه ساده هست. واکسن آنفولانزا توی داروخونه‌ها یه واکسن 4 ظرفیتیه که میتونه از این دردسرها جلوگیری کنه. خانواده‌ها میتونن به راحتی این واکسن رو تهیه کنن تا بچه‌هاشون از خطر دور بمونن. بچه‌های زیر 9 سال واکسن باید در 2 مرحله تزریق بشه. ولی اگه بالای 9 سال باشن یک بار کافیه. ممکنه محل تزریق یکم قرمز بشه یا درد بگیره. اما جای نگرانی نیست. این یعنی بدنش داره قوی‌تر میشه.